با درود آقای ابوالفضل محققی. دیروز صحبت‌هایی در همایش همکاری ملی برای نجات ایران صحبت کردین. بازتاب خوبی از طرف شرکت کنندگان در این همایش داشتید. آیا با توجه به اینکه سال‌هاست که در مورد اتحاد عمل نیروهای دموکراتیک مخالف جمهوری اسلامی مقالات متعددی نوشتین، فکر میکنین که الان ما تو کجا قرار داریم و چه انتظاری شما از سایر نیروهای دیگه غیر پادشاهی خواه دارید؟ خیلی ممنون که دوباره فرصت صحبت من دادیم. من دیروز واقعا روز جالبی بود برای من. بعد از سالها نوشتم بر اساس اینکه اعتقاد دارم ما برای وصل کردن اومدیم، نه برای فصل کردن. و همه جا رسیدم گفتم ما درخت دوستی منشانیم، نه نهار دشمنی برمیکنیم. دیروز با همین عنوان من مطلبی نوشتم که به نظرم بعد از 5 سال این همه تلاش برای ایجاد یک فضای منعطف، یک فضای تلطیف شده، و از پایان این صحبت تعدادی از اونهایی که قبلا خیلی پادشاهی خواه بودن و خیلی آدمایی که من میدونم که خیلی ارق پادشاهی خودشون داشتن اومدن پیش من گفتن خیلی ممنون از اینکه چنین مطلبی نوشتیم و استقبال کردن. میدونستن که اونجا اعلام شده که من یک جمهوری خواهم توی تابلو. من کتمان نمی‌کنم، من جمهوری خواهی هستم که خواهان این هستم وضعیتی پیش بیاد که ما بتونیم در یک اتحاد عمل مشترک این وضعیت رو تغییر بدیم، این روزهای سیاه رو پشت سر بگذاریم، بخصوص که در روزهایی که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حلقه خودش قرار گرفته. این دو مرحله داره، یکی سرنگونی، یکی بعد از اون. و بعد از اون ما اگه نتونیم این اعتراف وجود بیاریم، میتونه جامعه به آشوب کشیده بشه، میتونه کنترل از دست همه خارج بشه. و این اعتراف لازمش اینه که ما بتونیم برای روزهای آتی هم فکر کنیم و در این راستاست که ما میتونیم با این اتحاد عمل جلوی اون خشونت‌ها رو بگیریم. و خود شاهزاده رضا پهلوی هم وقتی صحبت کرد خیلی تاکیدش بر این بود که من فقط برای دوران گذار هستم و از اون همه چیز رو تکلیفش رو صندوق رای معین خواهد کرد. از پیش هیچ تعیین نکرد که من پادشاه موروثی هستم. به این رو ما بهشون نچسبونیم، بیایم واقعا اون چیزی که نه در ذهنمون میگذره بلکه در عمل میبینیم این بود. دیروز یک همایش وسیع بود که وسعتش آدم رو در حال خوشحال میکرد. همه با یک دل میخواستن یک ایرانی ساخته بشه که بری از این همه کشت و کشتار، بری از این همه اعدام ها و این همه فشار به مردم باشه. مردم در این، به نظر من خودم در سیمای این وحدت، در سیمای این تلاش، حداقل اینی که میبینم که مردم از این فشار بار اقتصادی ازشون کاسته بشه. این شرایط زندگی نبود. ما زندگی بسیار عالی مردم داشتن و الان آب، برق، همه چی روز به روزم بدتر خواهد شد. و اگر ما نتونیم دست به دست هم بدیم و نیروی بسازیم، قادر نیستیم این جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم. من هیچ مخالفتی با اعلامیه آقای موسوی یا امثال کسایی که خواهان گذار هستن ندارم، اما این رو کافی نمیدونم. ما با تنها در اتحاد همه نیروها، ایشون هم باید بیان، رضا پهلوی هم باید بیاد که نیروی وسیع ساخته بشه که نیرو قبل جالبه این موضوع شما به نظر خیلی جالبه. بله، به خاطر اینکه اگر این اعتراف صورت نگیره تنها مسئله سرنگونی نیست. این اعتراف امکان خواهد داد که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی جامعه به آشوب کشیده نشه. عناصر متعددی که در این اعتراف شرکت میکنن مانع از این کشت و کشتارها، مانع از خشونت در جامعه، مانع از رشد نیروهای افراطی و فرصت طلبی خواهند شد که از خلأ به وجود آمد از جمهوری اسلامی حداکثر استفاده میکنن. اونایی که دوستدار ایران هستن، من اصلا نمیگم چی، فقط دوستدار مردم هستن. ما توده مردم رو وسیعا دوست داریم. همون با همون عشق من مردم نگاه میکنم که در جوانی نگاه میکردم، اما این دفعه پخته تر و فکر میکنم همین منافع مردم تنها از کانال این خرد ورزی، دیدن آینده پیشرو و شمردن نیروی واقعی خودمون، ما ببینیم چی هستیم، چقدر نیرو داریم، نیرو در خدمت کدوم نیرو باید قرار بدیم تا از این مرحله رد بشیم. ما اگه نتونیم نیروها رو تجمیع کنیم، نتونیم یک وحدت نظر و در واقع یک مهربانی برای این دوره به وجود بیاریم، دوران بسیار سختی خواهد بود. مردم رو دچار فلاکتی خواهیم کرد که ناشی از غرور، خودخواهی، خودبینی و از دست دادن فرصت ها به خاطر هیچ. چه چیزی باعث میشه که ما نپذیریم که آقای رضا پهلوی انسان شریفی و میتونه در دوره گذار کمک کنه؟ خودش میگه من بگیم پدر، ما ابایی نداریم، هر پدری
باید بتونه افراد خودش رو، طفل خودش رو در آغوش بگیره و این برای هممون هست. ما همه پدر باید باشیم، همه باید بتونیم مردم رو در آغوش بگیریم. این آغوش گرفتن یک آغوش گرفتن مجموعی باشه، مردم دارن احساس راحتی بکنن. من حاضرم واقعا تمام زندگیمو به خاطر این شادمانی مردم، به خاطر یک لبخند کودک که دچار بدبختی، دچار فقر، دچار از دست دادن خانواده نشه، دچار جنگ نشه، فدا کنم. هنوزم آمادم. دیروز برای صحبتم گفتم من اگه دستم میلرزه و در حال صدام میلرزه، اما در اراده من، در قلب من کوچکترین لرزشی برای جانبازی در راه میهن نیست. با تشکر از شما آقای ابوالفضل محققی.